تعصب است. و متاسفانه اینمی تعصب است که هر کسی، ببینید هر کسی به شکل از اشکال مبتلا به تعصب است. تعصب قومی خوب پخته ما متعصب هستیم. خب باید باور داشته باشیم که متعصب هستیم. والله استعمار از تعصب استفاده میکنه و اینمی تعصب بوده که بسیاری کسا را در جال تعصب انداخته. از یک طرف میفهمه که استعمار است، دشمن است، بدبختی ها است، اما وقتی که در دایره تعصب آمده خواسته که والا فلانی نفر که غلام استعمار است او نبره این غلامه که دیگه که از قوم ما هست، به این خاطر ای فورا رفته در دامان استعمار و این چی در دامان استعمار کشان؟ تعصبش کشان. حتی بزرگترین شخصیت ها لغزیدن، گپشان خراب شد. علتش چی بود؟ علتش تعصب است. برای ما شما تعصب ایجاد کردن، هیچ دری زبان نیست. کلمه دانشگاه و پانتون در لیلی پانتون که ما و شما هستیم. مثلا دانشگاه و پانتون در کجا مطرح میشه؟ در اسرائیل. در کجا کیش تطبیقش میکنه؟ ما و تو. اما چون ما نمیفهمیم برنامه‌ای از اونا را ما تقویت میکنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه اسرائیل میفهمه که وقتی که قدس شریف سقوط کرد با اساس قوم پرستی و نشنالیستی عرب ها، ترک ها و دیگه اقوام مسلمان، وقتی که اینا تعصب کردن خلافت اسلامی سقوط کرد. وقتی که خلافت اسلامی سقوط کرد قدس به دست یهود افتاد. قاعده پیشان است که تا چه وقت قدس در دست یهود است؟ تا زمانی که مسلمان ها متعصب هستند و تا وقتی که نشنالیسم مسلمان ها زنده هست قدس در دست کی است؟ در دست یهود است. روز خطا میخورن که مسلمان ها صف واحد شوند و این قوم پرستی رو ترک بکنن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم. چرا؟ جهل از یک طرف، فقر از طرف دیگه و این تعصبی که برای ما ایجاد شده. میفهمیم خوب میفهمیم که کسی که متعصب است و کسی که نشنالیست است و کسی که قوم پرست است او مسلمان نیست. چرا؟ به خاطر که آیت قرآن میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما قوم پرست پشتون نداره. او میگه نه بهترین خلق پختانه دی. ان اکرمکم عند الله پشتونکم. و تاجیک قوم پرست هیچ وقت پشتونه برادر خود. آیت قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، این قبول نداره. تاجیک میگه انما تاجیکون اخوه، به ضد آیت قرآن عمل میکنه، ولی امیر نمیفهمه. و به این شکل ازاره و ازبک و دیگه اقوام، تا وقتی که از این قوم پرستی خدا خلاص نکنیم و فکر و اندیشی خدا مطابق قرآن عیار نسازیم. افتؤمنون ببعض الکتاب، وقتی که قرآن میگه اقیموا الصلاة باز میگی درست است نماز میخوانم. وقتی که میگه آتوا الزکات درست است من زکات میدم. اما وقتی که میگه انما المؤمنون اخوه میگی آیت قرآن ما قبول ندارم. نه من وطندارم قومم.